محمد علی دولت، معاون سردار خدمات نظارت دولتی فعالیت فارماسیستی. خب پیش از همه میخواستم میدونم که همین وارد کننده اساسی داروواری ها به تاجیکستان که هاین؟ در طبق طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره مواد دارویی و فعالیت فارماسیستی، آن مؤسسه‌ای که با فعالیت فارماسی مشغولند باید حتما اجازتنامه وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی جمهوری تاجیکستان داشته باشند و در وقت گرفتن اجازتنامه از طرف وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی آنها معین میکنند که آیا برای وارد یعنی که واردات مواد دارو مشغول شدن خواهند نکرد، آنها اجازتنامه میگیرند و همین را قید کردنی هستند که در جمهوری بسیار شرکت ها هستند با وارد کردن مواد دارویی مشغولند و آنها یعنی که واردات مواد دارویی به جمهوری از تمام کشورهای جهان، هم از اروپا، روسیه، بلاروسیه، اوکراین، چیزی که میگن از هندوستان، ایتالیا، پاکستان برای رانده شده است. چیزی که در بالا قید کردیم از قسم مواد دارویی که جایگاه استانداردها نبودند، قسم آنها در وقت رید گذارانی که سنجش مؤسسه فارماسیستی دریافت کرده شده بود. از آن جمله مواد فعال بیولوژی اومگا 3، اومگا 6، اومگا 9، مواد دارویی پاراستامول که بسیارتر در طب استفاده برده میشه و شخصان آن را مثال هم طبیبان هم بیماران استفاده می‌کنند. مواد دارویی دوکساتیکلین که یکی از مواد دارویی چیزی که شما گفتیم مواد دارویی آنتی بیوتیک میباشد و مواد دارویی نسبت به همچون کسل‌های دیگر استفاده می‌برده مواد دارویی میلدرکارد، یعنی که در وقت سنجش مواد دیگر برآمده و نمونه آنها را در وقت سنگ گرفته برای تشخیص پیشنهاد کرده شد، جایگاه استانداردها نبودند.